من امروز شاهد هزارمین روز هستم که مکتبم بر رویم بسته شده است و شاهد این هستم که بعد از بسته شدن مکاتب دخترانه ما تمام آرزوهای ما در یک گوشه و کنار گذاشتیم و در حسرت دوباره باز شدن مکتب دخترانه تا امروز نشستیم. نه تنها ما بلکه هزاران دختر افغان نیز در چنین حسرت نشسته که تا دوباره مکاتب دخترانه باشند تا بتوانند به تمام آرزوهای خود برسند و شاهد پیشرفت خود جامعه و افغانستان خود باشند. و من شخصا خودم بعد از بسته شدن مکاتب دخترانه و بعد از روزی که طالبان به افغانستان ورود آوردن شاهد بسیاری از بدبختی ها، شاهد بسیاری از نابودی های دختران افغان و زنان افغان شدیم که از جمله محروم شدن تحصیلشان که این بزرگترین فاجعه است که هم افغانستان و هم آینده تمام دختران افغان را تهدید میکنه. و طالبان هیچ دلیل منطقی بر بسته شدن مکاتب دخترانه نداشته تا امروزه. یگانه دلیلی که برفعلا طالبان گفته این است که حجاب اسلامی. آیا ما از حجاب اسلامی برخوردار نیستیم و نبودیم؟ تمام مردم ما شاهدی بوده که ما در کشور اسلامی زندگی میکنیم و شکر خدا که مؤمن مسلمان هستیم و ما هیچ وقت بی‌حجابی نکردیم و نمیکنیم. این دلیل نیست که مکاتب دخترانه را بسته کردن. با بسته شدن مکاتب دخترانه و محروم کردن دختران از تحصیل، اگر ما بخوایم افغانستان را به 5 سال پیش بینی کنیم، ما شاهد یک افغانستانی که اصلا پیشرفت در وجود نداشته و شاهد هزاران قربانی های دختران افغان که به هیچ یکی از آرزوهایشان نرسیده خواهیم بود. و ما حتی فعلا شاهد این هستیم که تمام دختران افغان و زنان افغان به دلیل تصامیم ناحق و به منطق طالبان قربانی شده است. زمانی که طالبان در افغانستان ورود آوردن و زمانی که مکاتب دخترانه بسته شد، ما شاهد بودیم که بسیاری از دوست‌هایم و از صنفی‌هایم با وجود که اصلا به سن قانونی بر ازدواج نرسیده بودند، متأسفانه خانواده‌هایشان مجبور شدند که دخترانشان به ازدواج در بیارن و این خود یک فاجعه و خود یک قربانی بسیار بزرگی است. اگر این تصمیم طالبان ادامه داشته باشه، ما شاهد یک افغانستان خود بودیم که به هیچ وجه هیچ پیشرفت در وجود نداشته. گرچه ما فعلا هم شاهد چنین چیزی هستیم. از زمانی که طالبان در افغانستان آمدن، ما هیچ پیشرفت در افغانستان دیده نمیتونیم. و اگر ما فردا شاهد پیروزی بوده باشیم، طبعا که پشت این پیروزی یک مادر باسواد وجود داشته که یک شیر تربیت کرده که طبعا که هم جنگ از ما می باشه هم میدان نبرد از آن ما می باشه و اگر غلام بیش تربیت نکرده باشیم خامخا اسیر خواهیم شد.